وای این خندان وسطی عالیه. ببخشید اون خندان وسطی چند گرمه، چقدر در میاد؟ داداشو 2 گرمه در میاد برات الان 14 میلیون و 200. کم اجرت نداری؟ یه دانه دارم راست کار خودته برای پسنداز. دهن پیرزنی بوده دندان نداشته فقط مکش زده. نه دیگه اون خاصیتش رفته. از این پستیسید سورتیا نداری؟ چرا بادوم نمیبری؟ بیا گرم 1 میلیون تومان هنوزم قیمتش خوب نکشیده بالا. نه نظرم همون پسته. پسته شکسته مثل من اینجا میندازی دور گردنه. آها این شد، همینو برمیدارم. مبارکت باشه داداش عزیز. عید نوروزم هست، میتونی برای خودت تو عید نوروز نیستش بزنی. مردم قرون برن اگه جوک میسازن از خوبی و خوشی و خوشحالیشون نیست دیگه. زدن به فازه. کشور شده این طنز اتفاقا. کشور وضعیتش مضحکه، جوک شده دیگه فقط بخندیم. این خنده برین نه خنده از سر شادی، یه خنده بیمارگونه هیستریکه. داریم مردم به مرز جنون رسوندیم.